هسته‌ای شدن ایران، رویایی پرهزینه یا ضرورت اجتناب ناپذیر؟ این پرسشی است که ده‌ها سال اقتصاد و سیاست ایران را تحت شعاع قرار داده. اما آیا تا به حال به هزینه واقعی این مسیر فکر کرده ایم؟ رقمی فراتر از محاسبات ساده مالی به عمق زندگی تک تک ایرانیان رخنه کرده است. برخی از هزینه‌های مستقیم ساخت و نگهداری تأسیسات هسته‌ای سخن می‌گویند، ارقامی که خود محل مناقشه است. محمد سعیدی، دستیار پیشین رئیس اسبق سازمان انرژی اتمی، این رقم را تنها 2 میلیارد دلار می‌داند. در مقابل علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه و رئیس اسبق سازمان انرژی اتمی، از 7 میلیارد دلار هزینه کرد تا زمان توافق برجام می‌گوید. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور وقت، یادآور می‌شود که برای تأسیسات هسته‌ای 30 میلیارد دلار هزینه شده است و در نگاهی خارجی مقامات امنیتی اسرائیل در سال 2013 هزینه ساخت و نگهداری تأسیسات هسته‌ای را 40 میلیارد دلار تخمین زده بودند. حتی در خوشبینانه ترین حالت این ارقام ده‌ها برابر برآوردهای اولیه بوده است. اما داستان هزینه اینجا به پایان نمی‌رسد. بخش بزرگتر و ویران کننده تر زیانهای ناشی از تحریم هاست. تحریم هایی که به بهانه فعالیت های هسته‌ای اقتصاد ایران را در تنگنا قرار داد. در سال 2013 منابع اسرائیلی زیان ناشی از این تحریم ها را 130 میلیارد دلار اعلام کردند. در همین سال بنیاد صلح کارنگی از بیش از 100 میلیارد دلار زیان به دلیل کاهش درآمد نفتی و سرمایه گذاری خارجی خبر داد. با تشدید تحریم ها ارقام سر به فلک کشیدند. روزنامه دنیای اقتصاد در سال 2017 زیان صنعت نفت، گاز و پتروشیمی را 400 میلیارد دلار برآورد کرد. رقمی خیره کننده تنها برای یک بخش حیاتی اقتصاد. هفته‌نامه صدا در سال 2016 از 150 میلیون دلار هزینه اضافی روزانه سخن گفت، معادل یارانه 12 میلیون نفر در ماه. این یعنی سالانه نزدیک به 55 میلیارد دلار صرفاً بابت هزینه‌های اضافی تحریم‌ها. پس از خروج آمریکا از برجام و تشدید جنگ اقتصادی، حسن روحانی در سال 2019 اعلام کرد که اگر تحریم‌ها نبودند، ایران می‌توانست 200 میلیارد دلار منابع اضافی به دست آورد. این رقم ثمره کاهش چشمگیر صادرات نفت از 2.5 میلیون بشکه به کمتر از 300,000 بشکه در روز بود. اما تکان دهنده ترین آمار از سوی علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا، ارائه شد. او در سال 2020 هزینه بسیار خوشبینانه تحریم‌های ناشی از سیاست‌های غنیسازی اورانیوم از سال 2002 را 2000 میلیارد تخمین زد. رقمی که شامل محرومیت از فروش روزانه 1.5 میلیون بشکه نفت، جلوگیری از فروش گاز، زیان سالانه 20 تا 30 میلیارد دلار و خرید کالا از خارج با 20 تا 25% گرانتر میشه. پس هزینه هسته‌ای شدن ایران تنها به میله‌های سوخت و سانتریفیوژها محدود نمی‌شود. این هزینه‌ها شامل میلیاردها دلار درآمد از دست رفته، سرمایه‌گذاری‌های محقق نشده، اشتغال‌های ایجاد نشده و زندگی‌هایی است که می‌توانست بسیار متفاوت باشد. دوراهی هسته‌ای شدن ایران را با هزینه‌هایی روبرو کرده که بخش اعظم آن نه در خاک که در آینه فرصت‌های از دست رفته نمایان می‌شود. پرسش اصلی شاید این باشد: آیا این هزینه ارزشش را داشت؟